با پیشرفت تکنولوژی طی سالهای اخیر و ابداع نرم افزار فریفرم، امکان ساخت عدسی‌های انحصاری و شخصی سازی شده تحولی شگرف در دنیای اپتیک ایجاد کرد. برای ساخت یک عدسی تدریجی انحصاری نیاز است پارامترهای مختلفی را اندازه‌گیری کنیم. پارامترهایی از قبیل شیب پانتوسکوپیک، زاویه قوس فریم، فاصله سطح پشتی عدسی تا قرنیه یا همان BVD. اما با ورود هوش مصنوعی سطح دیگری از شخصی سازی عدسی پیش روی ما قرار گرفته است. در این فناوری که از آن در تولید عدسی‌های دورابین استفاده می شود، علاوه بر اندازه‌گیری پارامترهای قبلی، الگوی بینایی بیمار یعنی میزان چرخش چشم و سر در انتقال دید از نقطه‌ای به نقطه دیگر توسط دستگاه VR یا عینک واقعیت مجازی و با ورود بیمار به دنیای متاورس استخراج می‌گردد. الگوی بینایی افراد منحصر به فرد است و پیاده سازی آن در طراحی عدسی نقش مهمی در کیفیت بینایی بیمار دارد. با اخذ نمایندگی فروش محصولات دورابین در خط مقدم تکنولوژی حرکت کنید و با پیشنهاد محصولات دورابین پیشرفته ترین تکنولوژی تولید و هوش مصنوعی را به نفع مشتریان خود به کار گیرید. دورابین